ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تهدید تأثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید، حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی‌کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. این منطق ملت ایرانه، این رویه ملت ایران. و البته آمریکایی ها، اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستن، میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان. من به ملت عزیزمون عرض میکنم همین آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید. زندگی به حمدالله به طور عادی در جریانه. نگذارید دشمن احساس کنه که شما در مقابل او میترسید، احساس ضعف میکنید. اگر دشمن احساس کنه که شما از او میترسید، دیگه شما رو، گریبان شما رو راه نخواهد کرد. همین رفتاری که تا امروز داشتید، این رفتار رو با قوت ادامه بدید. کسانی که امور خدماتی به عهدهشون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهدهشون هست، کار خودشون رو با قوت انجام بدن و ادامه بدن و به خدای متعال توکل کنن. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم.